درود دوستان، من عرفان طاهرآبادی هستم و امروز اومدیم کار با ریسورسز ها رو یاد بگیریم و ببینیم که آقا باید چجور باش کار کنیم. خب ریسورسز ها چی هستن دقیقا؟ خب نگاه کنید، من مثلا الان اینجا یه دونه گیم آبجکت دارم و بهش یه کد دیتا رو وصل میکنم و این کد یه سری رفرنس ها از من میخواد، مثلا یک آرای انیمی ها رو میخواد، نمیدونم یه انیمی آبجکت رو میخواد و حالا غیره. آقا من میخوام بیام مثلا هر جای بازی، مثلا هر جایی بیام اینا رو بدون اینکه مثلا بهش دستی رفرنس بدم یا حالا هر طوری بیام از توی این فولدرهاشون مثلا اینا رو لود کنم، مثلا بیام توی این همین اسست ها اینا رو لود کنم. و حالا این به چه کاری میاد؟ خب نگاه کنید، مثلا من الان دیگه لازم نیست اول بهش دستی رفرنس بدم و حالا اینکه یک مثال بزنم از کاربرد این. شما فرض کنید دارید یک بازی ماشینی میسازید و توی این بازی یک گاراژ دارید و حالا این گاراژ میاد یک سری ماشین های مختلف رو داره که حالا مثلا یک دکمه رو میزنی ماشین ها عوض میشه. خب قاعدتا بخوای بیای همه این ماشینا رو مثلا توی محیط بشینی و یکی رو خاموش کنی یکی رو روشن کنی و غیره، خیلی خیلی رم و اشغال میکنه و خیلی میتونه مضر باشه برای پرفورمنس بازی. و حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ آقا میایم همه این پرفاب های اون ماشینا رو میذاریم توی یک فولدر به اسم رسورسز و حالا میایم هر وقت که مثلا خواستیم این یکی رو بیاریم بیایم اونا رو از اونجا لود میکنیم. دیگه این در از فضای رم خیلی زیادی اشغال نمیکنه یا حداقل کمتر میکنه و خیلی میتونه به پرفورمنس بازی کمک کنه و به این کار میادش. برای اینکه ما بیایم یک سری آبجکت رو از طریق رسورسز لود کنیم نیاز داریم که آقا اینا رو اول توی فایلش بذاریم، یک فایل بعد تعریف کنیم، یک فایل بسازیم به اسم resources و املاش هم خیلی مهمه که باید درست بنویسیدش. خب ما اول میخوایم این فولدر پرفبزمون و آبجکت های درونش رو درش لود کنیم و یکی هم این اسکیپ تیبل آبجکت ها. من سه تایپ انمی مختلف دارم، اینها رو ما میخوایم لود کنیم و اینا رو درون این میذاریم. خب بریم از توی کد به اینا دسترسی بگیریم. خب ما میایم توی میخوایم تابع استارت ما بهش دسترسی بگیریم، private void start، و حالا میخوایم به این دسترسی بگیریم. و حالا من یک نکته ای هم بگم که برای اینکه اصول سالید رو رعایت کنید و کدهاتون تمیز باشه، سعی کنید به جایی که همه هر کاری که میخواید انجام بدید، حالا چه رفرنس دادن باشه، نمیدونم چه هر کاری باشه، و بیاید همین توی تابع استارت انجام بدید، هر کار مشخصی بیاید توی یک فانکشن جدا انجام بدید. مثلا من اینجا میام مینویسم یه void میسازم، یه فانکشن میسازم به اسم references و حالا اینو من اینجا صدا میزنم و از طریق این کار رو جلو میبرم. خب اول میخوام بیام این لیست انمیامو بهش رفرنس بگم. میام آقا اینا رو برابر میکنم با resources dot و اینجا ما دو تا تابع مختلف داریم، یکی load و یکی load all. خب اینا به چه کاری میاد دقیقا؟ نگاه کنید، load all یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا ما میایم بهش یک آدرس میدیم، آدرس یک فولدر رو بهش میدیم و این میاد تمام اون مثلا چیزهایی که درون اون فولدر هست رو به صورت یک آرایه به ما برمیگردونه که حالا برای این لیست ما هم بهتر کاربرد داره، چون تمام اسکیپ تیبل آبجکت های ما درون یک فولدر هستن و ما میخوایم همه اینا به صورت آرایه برگرده و به این رفرنس داده بشه. خب این خیلی میتونه برامون کاربردی باشه. ولی لود چیه؟ لود آقا ما مثلا میخوایم بیایم یه دونه آبجکت رو به یک مسیر مشخصی رو بیایم اونو فقط مثلا رفرنس بگیریم. خب ما از اینجا برای از لود خالی استفاده میکنیم. خب ما الان اینجا چون آرایه هست و حالا میخوایم یک فولدر رو لود کنیم و درونش تمام اون اسکیپ تیبل آبجکت های توش رو برگردونیم، میایم از لود آل استفاده میکنیم. خب این لود آل میتونه یک ورودی جنریک داشته باشه یا نداشته باشه. جنریک یعنی چی؟ خب حالا یک توضیح کلی بهش بدم. نگاه کنید، این میاد مثلا میگه این چیزهایی که من برمیگردونم، این داده هایی که من برمیگردونم از چه نوعی باشه. تو میخوای اینا از چه نوعی باشه؟ مثلا میتونه هر نوعی باشه و حالا مثلا من این اسکیپ تیبل آبجکت ها از نوع enemies تایپ SO هستن و اصلا من می‌نویسم آقا این از نوع enemies تایپ SO هستش و حالا مسیرش رو بهش میدم. مسیرش رو بریم ببینیم. اگه ما بیایم توی فولدر resources، اینا توی فولدر اسکیپ تیبل آبجکت، ما اینو اول فولدرش رو میذاریم
و ما میخوایم به فولدر بعد یه اسلش و فولدر انمیز. بله. و فولدر انمیز میخوایم این داده های درونش رو لود کنیم که این حالا تابع لود آل بودش. و حالا بریم ببینیم که چی میشه و چطور برای ما کار میکنه. خب استارت میکنم. خب میبینید که ما الان به تمام اینا تونستیم دسترسی بگیریم و حالا بدون مشکل تونستیم به اینا دسترسی بگیریم و حالا کارمون رو انجام بدیم. خب آقا الان من میخوام بیام به این آبجکت هم دسترسی بگیرم که حالا توی این مسیر هستش، توی فایل پرفابس و حالا این یه دونه آبجکت هستش به جای اینکه مثلا یک فولدر از چندین آبجکت باشه. خب برای این کار من میام چیکار میکنم؟ آقا می‌نویسم این آبجکت من enemy object برابر کن با resources این بار چون یکی آقا و مشخص می‌نویسیم .load و حالا مثلا escape table object نیست یا مثلا کد خاصی نیست که ما مثلا بیایم به نوع جنریک مثلا تعریفش کنیم یا چیزی، لازم نیست که به صورت جنریک مثلا نوعش هم مشخص کنیم. میایم می‌نویسیم آقا اینو لود کن برای ما و الان این یک مسیر از ما میخوادش. مسیرش کجاست؟ مسیرش توی فولدر پرفابس هستش و حالا اسمش. خب آقا من میام مسیرشو می‌نویسم فولدر پرفابس و حالا باید اسمش هم بدیم. مثلا ممکنه اینجا چندین آبجکت مختلف باشه، ما بخوایم که آقا ما می‌خوایم این آبجکت رو بهش دسترسی بدیم نه آبجکت دیگه ایو. پس میایم اسمش هم می‌نویسیم آبجکت 0 و حالا این که این چون ما می‌خوایم از نوع یک گیم آبجکت برگرده، می‌خوایم یک گیم آبجکت باشه، می‌نویسیم از گیم آبجکت. مثلا ترانسفورم بود می‌نویسیم از ترانسفورم یا مثلا ریجید بادی یا غیره. خب الان ببینیم که چطور کار میکنه. خب بریم نتیجه رو ببینیم. خب خیلی ساده برای ما این آبجکت رو لود کرد و حالا این بود کلا یک آموزشکار با resources. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و حالا هر سوالی که داشتید میتونید کامنت کنید و اگر من ببینم که میبینم چون کامنت ها رو چک میکنم و بلد باشم اونا رو جواب میدم. امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید و بدرود.